سلام. امروز اومدیم ما جا کلیدی پاپیونی درست کنیم با ادامه خمیرمون که برامون مونده. بقیه چیزایی که با خمیرمون درست کردیم هم لینکشو میذاریم، میتونید ببینید. جا کلیدی که میخوایم درست بکنیم این شکلیه و خیلی براش ذوق داریم جفتمون. قراره که الان با کاغذ دوباره مثل مگنتا الگوی جا کلیدی رو در بیاریم که بندازیم روی خمیر رو راحت برشش بدیم. بریم درست کنیم. بریم. خب بچه ها، ما الگوی پاپیونمون رو در آوردیم. قراره اینا رو بذاریم روی خمیر رو برش بدیم که این حالتی وقتی برمیگرده یه حالت پاپیون میگیره. اینجاش هم یه نوار میاد و اینم پایاشه. من چون که سری پیش دستم گچی، یعنی اونجوری خمیری شده بود، چندشم شد، میخوام این سری از دستکش استفاده کنم. قبلش خوب خمیرمون رو برس میدیم که با دمای دستمون یکی بشه، یه ذره چندشمون نشه، ترک نخوره بعدن. البته الان که همین الانم یه ذره داره ترک میخوره. همین الان میتونی یکم خب آب بزنی. همین الان آره. بزنم. این عکس هم پسنده. اون چیز خاصی نداره عکسه. یکم فقط این حالیه، معوجه. دو تا بالا داره. آره. جانم سر ضبطم رو ایمی. آره. من با استفاده از این ابزارهایی که خریده بودیم دارم شکل اولیه جا کلیدی رو روی خمیرم میندازم که بعد برشش بدیم. بعد این پاپیونا اینجوری روش قرار میگیره. بچه ها، ما اینو فرمش رو دادیم. بعد با استفاده از آب با انگشت قشنگ این دالبراش رو نرم کردیم، صاف کردیم. الانم با این ابره یه ذره روش رو میخوایم صاف کنیم. بچه ها، جایی که ترک داره رو یکم خراش ایجاد میکنیم، بعد دوباره صافش میکنیم، یا اگه لازم شد بهش خمیر اضافه میکنیم. کنار. الان میخوایم این لبه های پاپیونمون رو اینجوری برگردونیم، اینجا ثابتش کنیم. اینجا چه ترک های خورد. قبل از همه چی اینجا خراشامون رو ایجاد میکنیم. یه کوچولو اینجا رو خراش میدن. خب یه ذره با انگشتم اینجا آب میریزم. بعد اینو برمیگردونم. برای این برش هم دوباره همین کار رو میکنم. یکم با انگشتم پرسش میکنم ترکای اینجا رو تا جدی نشده. اوه چه خبر. ترکه؟ بیا. درست میشه وقتی خراش میدیم، نه تلسید. همه با بریم که نوار دورشم بزنیم و بعد بریم سراغ پایه هاش. الان این قراره که بره پشت پاپیونمون اینجوری و این پایه هاش قراره که این حالتی برگرده و همین حالتی خشک بشه. اون پایه قبلیه نازک بود، من یه پایه دیگه برش درست کردم. بعد اینو از پشت
قشنگ خراشاشو ایجاد کردم، صاف و سوپش کردم که بهش بچسبه. الان باید اینو یه جایی ثابت بذاریم. بعد یه چیز گرد مانندی، مثلا اینجوری، این تو همین حالت باید خشک بشه. باید یه فکری بکنیم که این اینجوری ثابت بمونه. ما به یه چالش خیلی بزرگ برخوردیم که همین مرحله‌ایه که الان می‌خوایم انجام بدیم، وصل کردن پایه‌های پاپیونا بهش. هی ترک می‌خوردش در حدی که داشت پاره می‌شد. کلی هی کلنجار رفتیم، روش‌های مختلف رو امتحان کردیم که حالا الان تو ویدیو می‌بینید که بهترین روشی که می‌تونید وصل بکنید چیه. این پایه‌اش نازکه، این پایه‌اش پهنه، کلفته. اول ما اینو درست کردیم، ترک خورد، از این نقطه داشت پاره میشد موقعی که اینو گذاشتیم. گفتیم که پس یه ذره کلفتر بزنیم که این اتفاق نیفته. برای این کلفتر زدیم، اما بازم با این حال اینجاش پاره شد و فهمیدیم دیگه که کلفتی یا نازکیش خیلی به این موضوع ربطی نداره. حالا اینکه چی ربط داره اندازش هم تقریبا اینا همچین بینشون نیستش، به همین اقامت نشد. اگه چیزه نازکش کنم. این قسمت هایی که کلن برمیگرده خیلی مستعد ترک خوردنه. هی بعد ترکاشو درست بکنی که وقتی خشک میشه مشکلی پیش نیاد. من خراشای این ورشو دادم بچه ها. الان یه ذره اینجا رو خراش بدیم و دعا کنیم. یه کوچولو زاویه دار من اینو میچسبونم. بعد از اینجا اینا رو این مدلی با این ابزارهایی که داریم به هم دیگه وصل میکنیم. بعد با آب خط و خشایی که افتاده رو اینجوری با انگشتمون یا با این ابزارا قشنگ صاف میکنیم که دیگه قشنگ به هم دیگه وصل بشه. بریم همین کار رو برای اون یکی پایه هم بکنیم، برگردیم. رسیدیم به مرحله سختش که جفتمون خیلی ازش میترسیم. این ورش هم زدیم همونجوری. الان میخوایم اینو دوباره برگردونیم. اینجاش البته نیستا. نخورد. چرا؟ بچه ها ما بلد شدیم. بچه ها فکر کنم شما دارید نگامون میکنید اینجوریه. بچه ها اصلا مرحله سختی نبود، دروغ گفتم. نمیدونم چرا ولی این اینجوری نشد. به خدا ترک میخورد. باور کنید از اینجاها ترک میخورد جدا میشد. الان خب به هر حال ما دوتا درست کردیم، یکم خیلی حرفه‌ای شدیم. ولی اگه شما هم یعنی درست کردید و ترک خورد اصلا نگران نباشید. آره اصلا نگران نباشید. موقعی که ترک میخوره یه کوچولو با دستتون حالتش بدید، بعد بذارید یه خورده شکل بگیره، از اون خیلی خیسیه در بیاد، بعد درستش کنید. آره بعد دوباره با دست و آب و اینا قشنگ این ترک ها رو بردارید. ولی الان این انقدر تمیزه اصلا من باورم نمیشه. منم واقعا باورم نمیشه. من آماده بودم الان نیم ساعت درگیر باشیم. دقیقاً ما الان سر این دوتا هر کدوممون نزدیک 1 رو 20 دقیقه درگیر بودیم. الان این انقدر تمیز درآمده که اینا یه ذره باز کج و کله هستن. حالا اینا رو ما با سنباده درست میکنیم. الان دیگه بهتره به اینا دست نزنیم. نه با اونا که دیگه دست نمیزنیم، فقط باید وصلشون بکنیم. با همینا وصل میکنیم، با خط و خراش وصل میکنیم اگه بشه، چون هم اینا یه ذره بعد خوشن هم
همین دیگه. اینا یه ذره باید خشکن که بتونیم بچسبونیم. خب اگه بشه با خط و خش این کار انجام میدیم، اگه نشه وای میسیم کامل خشک بشه با چسب میچسبونیم. حالا بعد بهتون میگیم که چی کار کردیم. خب بچه ها امروز تقریبا 4-5 روز گذشته، جای کلیدیمون خوش شده پاپیوناش. الان میخوایم بریم تو مرحله سنباده کشیدن و رنگ کردن. قرار شده که اول رنگشون بکنیم بعد بچسبونیم، چون اگه بچسبونیم رنگ کردنش یکم سخت میشه. یه چند تا از جاهاش هستش که یه کوچولو دفرمه است که با سنباده الان اونا رو درست میکنیم دیگه. آره ولی یه دونش هست مثل که به مو بنده. آره یه قسمت که توی اینجاش ما یه اشتباهی کردیم، بهش خمیر اضافه نکردیم، یه ذره نازکه. یعنی این یه کوچولو اینجوری بشه فکر کنم بشکنه. فکر کنم بهتره که اینو تزیینی استفاده کنیم و توی این کلید نذاریم. آره میتونیم. البته که اینا خیلی مقاوم میشن بعد از خشک شدن. آره خیلی مقاوم. ولی باز هم احتیاط کنیم که خراب نشه. الان من احساس کنم این اینجوری میتونه قشنگ اینجوری بشکنه از اینجا. ولی خب دیگه حالا اگه شما خواستین درست کنین حواستون باشه که مثل ما اشتباه نکنین. اینجا باید قشنگ زخیم باشه، چون که اگه یه وقت چیزی آویزون کنین ممکنه که بشکنه. بچه‌ها این خیلی سخته، سوان کشیش، سنباده کشیش خیلی. و الان داریم هی میگیم که کاشکی اون موقعی که داشتیم درستشون میکردیم قبل اینکه خشک بشن یه ذره سطحش و ایناشو بیشتر صاف میکردیم. بچه ما به این نتیجه رسیدیم که یه سنباده زبرتر برداریم و نتیجهش هم خوب بود. این گودیایی که ایجاد شده بود نمیرفت و اینا الان با این داره میره. موفقیت آمیز بود. اوه آفرین سرونا ترکون. بچه ها سنباده تموم شد، میریم برای چسب چوب مثل همیشه به نسبت 1:2. خب بچه ها ما یه زاویه جدید پیدا کردیم. اینجوری هم ما رو میبینین هم موقعی که داریم کار میکنیم. به ما مهمتری. آره. خب ما چسب چوبم زدیم، هنوزم یکم خوش نشده ولی خب تقریبا بیشترش خوش شده. توی این فاصله ما برای پیج سربنا تولید محتوا کردیم کول گایز کالکشن. قراره که این جا کلیدی چون قراره تو خونه من باشه، قراره که یه رنگی باشه که به خونه من بیاد. دیگه تصمیم گرفتیم که سبز پاستلی کنیم، سبز کمرنگ. کلی رنگا رو ترکیب کردیم تا به نتیجه دلخواه رسیدیم. خیلی خیلی کم قرمز زدیم، کلی زرد و آبی زدیم، یکم هم سفید. این رنگی شد. خیلی خوشگله. خب بریم که رنگش کنیم. برو بریم. اینقدر حجم زیاد رنگ رو دوست دارم. منم همینطور. دوستم اینجوری دستم بکنم تو رنگ اینجوری بمالم لای انگشتم. بچه ها ما رنگ کردیم، الان میخوایم بچسبونیم. اینجوری شدن. بیا نشون بدیم بهشون. خیلی عسل شدن. نظرتون راجع به رنگی که براش انتخاب کردیم چیه و نظرتون قشنگه یا نه؟ بعد حواسمون باشه که تناسبش به هم نخوره. میخوای با مداد مشخص کنی؟ ببین سعی کن ایناشون با هم پاپیوناش با هم توی راستا باشه. این وسطش میزنم. این باشم. خوبه؟ اونه که توی راستا نیستن. چرا؟ حالا بزن تو. اینجا خیلی حساسه. کنن شروع بیاریم. خب بچه ها
این شد نتیجه کارمون. حتما نظراتتون رو برامون کامنت کنید، به خاطر اینکه ما واسه اینکه پیشرفت کنیم به نظرات شما حتما نیاز داریم. تا چند ثانیه دیگه نتیجه کارمون رو میبینید روی دیوار با کلید آویزون شده. مرسی که این ویدیو رو با ما دیدین. خدافظ.